یه چیز چرب و شیرین هم میخوره، صبح دهنش بو فاضل آب میده. نباید بخورید. میگو با چشم و گوش بستم تو این اداره ها بعضن میری میتونی بفهمی ساعت چنده. بو دهن میاد ساعت 8. دهنشو نشسته رفته اداره. بوی خیار و گوجه و پنیر خب 9 دارن صبحونه میخورن. بوی عرق میاد. نه از اون عرقان عرق زیر بغل. پشت میزش عرقش کرد. بوی میکس جوراب و عرق و گلاب. نمازخونه دارن نماز میخونن ساعت 12. که در ایران وقتی راننده تاکسی دنده عقب میگیره همه مسافران برمیگردن عقب رو نگاه میکنن. دیدی کارشو داره میکنه. چیکار داری؟ میگم مورد داشتیم دختره تو امتحان رانندگی میخواسته دنده عقب بگیره، این دست میزنن دور صندلی گردن افسره رو گرفته. گفته بعد بره اونجا. چی داشتم میگفتم؟ از راننده‌های نیسان. اما از همه اینا جالب‌تر دوستی میگه پشت چراغ قرمز بودم، یه راننده نیسانی اومد خیلی تمیز و شیک چراغ قرمز رو رد کرد و رفت. ماشین بنز پلیس هم اون زل چراغ قرمز وایساده بود. تا صحنه رو دید سری بلندگو رو برداشت. راننده نیسان کجا داری میری؟ میگه اونم بلندگوشو برداشت گفت دارم میرم خونه‌مو. به همین راحتی. نیاز به جوک نیست، خودش جوکه.